پس از نصف روزی سنه 5 январ در ناحیه مسچوه سوختور سر زد. آن در چایخانه جماعت دهاتی مسچوه رخ داده است. مساحت عمومی سوختور را کارمندان قسم مستقل 36 حربی کننده شده خدمات دولتی آتش نشانی در ناحیه مسچوه به 100 متر مربع برابر میکنند. با گذشت یک روز هنوز دود علنگه آتش در این چایخانه باقی مانده است. روزی گذشته بعد از نصف روزی تقریبا ساعت 16 در آشخانه مذکور سوختار سر زد و این اولین حادثه ناخوشی سوختار در سال 2023 در حدود ناحیه مسچوه می باشد. خوشبختانه تلفات جانی به قید گرفته نشده است. حادثه ناخوشی سوختار ساعت 15:52 سر زده است. بجز از کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی در ناحیه، اینچنین نزدیک 300 نفر ساکنان محلی علنگه آتشی سوختار را خاموش کردند. برای سری وقت احاطه نمودن آتش 2 نقلیات مخصوص خدمات دولتی آتش نشانی جلب گردیده است. بعد از قبول خبر حادثه سوختار به جای حادثه گروه فوری با هیئت شخصی وابسته گردانده 2 عدد نقلیات آتش‌نشانی با 2 بس نوبرداری به جای حادثه وابسته گردانده شده. در نتیجه سوختاری به عمل آمده قسم‌های چوبین چهارتاق بنا، داخل بنا، درهای چوبین، تریزه تختگین و با مانند همین‌ها اشیاء داخلی آن سوخته ضرر دیده است. بینای مذکور پیشتر چایخانه بود و به اساسیاسیون خواجگی دهقانی حاجی امیروف تعلق داشت. خوشبختانه تلفات جانی وجود ندارد. این حادثه ناخوش اولین سوختار در سال 2023 در ناحیه مسچوه است. شاهدان سوختار میگویند شدت شمال سخت باعث مشکل‌ها هنگام خاموش گردیدن آتش شد. در این منطقه شمال سخت می‌وزید، حادثه ناخوش رخ داد و خوشبختانه ساکنان محلی نیز و در جای حادثه نیز وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان غیرت عزیزاده حضور داشت و از ساکنان دعوت به عمل آورد که هر چه زودتر برای بی‌تلف خاموش کردن آتش سرجمانه جمع شویم. برای خاموش کردن نیز ماشین‌های آتش خاموشکنی مرکزی ناحیه نیز در حالت‌های ضروری تیز آمدند و برای برطرف کردن این حادثه نیز سهم کارمندان مقامات آتش نشانی خیلی کلان است، چون که آنها با مردم یک جایه که دست به دست گرفته برای خاموش کردن این حادثه سمگذاری نمودند. زدنش وقتی که علاوه که علنگه بلند گرفت، مردم الکی همه سرجم شدند و یکدیگر خبر دادند و زود آمدند برای برطرف کردن این حادثه که سم گذاشتند. در ولایت سوخت بنا به معلومات خدمات دولتی آتش نشانی دوام 6 روز ماه январи سال 2023 9 حالت حادثه ناخوشی سوختار به قید گرفته شد. با جز سوختار چایخانه ناحیه مسچوه دیگر 8 حالت این حادثه های ناخوش در منزل استقامتی ساکنان به قید گرفته شده است. خوشبختانه تلفات جانی نیست. گزارش مفنشکور و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.